سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پز های خانگی. ما امروز همراه همین پیراژنیچ آسان کک تیار میکنیم. مسالات لازمه برای مکس 50 گرم شکر، یک دانه تخم، 100 میلی لیتر شیر. شیری من راستی که بریدگی یگان فرقش نه شیری خیلی نو باشد یا که بریدگی باشد. من 10 قاشق روغن رستنی، 1 قاشق کاکائو و 200 گرم آرد لازمه، یعنی 12 13 قاشق، یک پشکه از ریخلیتل. این محصولات برای تیار کردنی خمیرش لازم است. دانه تخمه میگیریم. یک دانه تخمه با همین 150 گرم شکرمو با ونچیک لاد میزنیم. ما با میکسر شرط نیه. بسیارتر خواهش میشد که من خیلی محصولات تیار کنم که به میکسر باشد آسان‌تر. کمتر تا سفید شدنش ونچیکی لاد میزنیم. من یک دانه تخمه و شکرمو چقدر سفید شد. و اکنون من شیرمو در حرارت خانه باشد یا که خونه فرق نداره. اکنون روغن رستنی رو همراه میکنیم. میدونم که روغن رستنی که خیلی کارجو به حد ملایمکی با لذت میدید. روغن رستنی همراه کنیم. من همه محصولاتم یک خیل حاصل شد. من ما آرد همراه میکنیم. 2 3 4 5 قاشق ما کم همراه میکنیم که خیلی درونی آردامو با کلوله نزنه ترنی محصولاتمو. و من یک پشکه رزرخ لیتر حتما ما رزرخ لیتر آرد با همراه میکنیم. همه محصولاتمو شروع من آمیخته میکنیم. من 5 قاشق دیگه آرد همراه کنم. من نگاه کنید خمیرمو سویقتر ما 2 قاشق دیگه همراه میکنیم، یعنی 12 قاشق میشه. 12 قاشق آرد. خودش علاقه معلوم میشه خمیرمو. من باید خمیر ما این طرز تیار شود، نه سخت نه سویق. ما خمیر ما 3-4 قاشقش میگیریم. ما 3 قاشق خمیر گرفتیم جدایی. من کو همین خمیر ما به 1 قاشق کلان کاکائو همراه میکنیم. نه برای آراد دادنش شروع میخته میکنیم. خمیر ما سخت‌تر میبیاد. ما 2-3 قاشق میتونیم شیر یا که میتونیم آبی خنک همراه کنیم. نگاه کنید وقتی خمیر ما سخت شد ما این باکو شیر اضافه میکنیم. میشه شروع من میخته میکنیم. من نگاه کنید خمیر ما چقدر اومد. خیلی سویقه. من خمیر ما کاندیترسکی میشاگو میگیرم. میتونید بیشنی پاکت ها بگیرید. من پیرگامنت بوماگه گرفتم. خمیر من این طرف کلولا من لیست با میمونه. بکنید من کلچه کره میمونیم. نه اونقدر خیلی کلان مباینش دورتر میکنیم که خیلی ورم کره نچسبه. من خمیری کاکائو گینامو هم گرفتیم. شابه نقشه باریکه ریز من بریدم. من درازکچه شکل بالی خمیرامو با میکشیم. من کو چوبچکی زوبچیسکی که من خیلی آروم میدیم. من نمیتونم کرده و اینه کارجاشو پخته میگیریم. بیاد آسان طرزی تیار کنیش. نگاه کنید خیلی این فانتازیاش از خودمو چه خواهیم من تیار کنیم میشه. نگاه کنید چه شروع میبیاد. همشه نمیتونم میکنیم روش به.
من با مدت 15 دقیقه 180 درجه تفتاننده پخته میگیریم. من نگاه کنید کاشتای ما هم تیار شد. نمودش اومد، من پشتشو بینید چقدر ملایم است. ما این همیشه جدا کنه میگیریم از کاغذ. من کاشتچه ها من گرفتم. ما کنیم من فرمکی کلولا میکنیم. خیلی размерش به نگاه میکنید که چقدر هم بدیده. خیلی گان استکامی پیولami یگانچکی من فرم چکره من جدا میکنیم. نگاه کنید من کلولا که همشه من جدا میکنیم. عصبی خمیرش ریزانک بودن بیهد من آسان کنید طرز ریزه کنیشه من همشه نمین طرف و من فرمکی ریزه کرده میگیریم. من نگاه کنید کاشتچای ما تیار شد. من نمین طرف همشه یخیل نه فرم بگرفتم. ما کنید کریم میکنیم. چه کریم استفاده برید؟ مثلا ملکا، زورنا یا که کریمای خشک شانتیپک چخیل باشد. شانتیپک استفاده برم. اینه الکه شما میدانید که چه کریم چند ویدیو کردم. همین کریم اینه من مثلا اینه همیشه کریم لات زنید اضافی ماندگیشه میتونید مرزیلنیک بگرفته مانید. مرزیلنیک مانده باید پیش از تیار کردن 200 گرفته مانید. منم خیلی حاصل میشه. من اینه مرزیلنیک مانده گرفتم. نگاه کنید با اون پیشینه با این کریم شو دگان جاش خیلی گندش دیگه نه این سراغش تا 9 ماه محکمش خیلی میتونید این مرزیلنیک تا 1 ماه استفاده برید یگانچی نمیشه. من همین بود. من کریمی شانتیپکی ما این تنها مغازه کاندیترسکی بفروخته میشه. دلکه همه ما میتونیم. من رنگشو خیلی من سختیش من طرز کریم کنیش بیهد آسان. من خیلی چقدر خواهید کریم منید بسیارتر خواهید بسیارتر خیلی کمتر خواهید کمتر. من این قسمشه دیگه بولاشمو میپاشیم و گردکاشم و کریم میکنیم. میتونید همه گردکی کراشکشه گردش بر پاشید کفته یکی من حاضر بادام میپاشم. من گردکاش من بادامی مایده کرا شدگی من پیراژنیامه گرفتم و گردشه همین بادام با میغیلانیم. نگاه کنید چه نمودش زیبا اومد. به طرز ترکونش آسان. من دیدید همه محصولاتاشو ما از خانه بیمال یافته میتونیم. همه وقت می محصولاتی که من تیار کردم خانه همه موبا هست. میتونید خیسته در یک دم من همین گونه پیراژنی ها تیار کنید برای خیلی فرزندا برای آیل خود. چه با مزه اشتیاق آور. من چگونه میبینید پیراژنی ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چقدر جای باد اومد. من بیحد اشتیاق آور. من نمودش هم بیحد خوشرو شد. ما اگه درونش ریزه کردیم بینیم که پیراژنی ما درونش چخلامده باشد. من درونش ریزه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید ریزه کنید چه ملایمک. داخل پیراژنی ما چه جای بادام دست ریز کنیم بینید. من بیهد ملایمه که ای جای باد. نگاه کنید من نگاه کنید کارجاش چه ملایمه گامدگی. من گردکاشه کریم که آمیخته کردم. من دیسیر تیار کردم. یک دانه من دیسیر تیار شد. من گردکایی خیلی این کارجاش. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید دوستان.